صدای پیک موتوری، بوی جوهر چاپخونه، گرمای آفتاب ساختمون نیمه کاره. شاید هیچ کدوم از این صحنه ها رو با درخشش بازیگرا روی فرش قرمز ربط ندی، اما باور کن بعضی از ستاره های بزرگ سینمای ایران از همین جاها شروع کردن. امروز قرار 6 تا از معروفترین بازیگرای ایرانی رو بشناسیم که قبل از شهرت شغل‌هایی داشتن که هیچ وقت فکرش هم نمی کردی. امین حیایی از پیک موتوری تا ستاره سینما، قبل از اینکه لبخندش روی پرده سینما بدرخشه، پسر جوونی بود که با یه موتور توی خیابون‌های تهران پیک موتوری بود. میگن اون روزا هر روز بین چند تا لوکیشن تئاتر و استودیو میچرخید تا یه روزی بتونه جلوی دوربین بره. چند بار تصادف کرد، چند بار ناامید شد، اما هیچ وقت از رویاش دست نکشید. یه روز با همون موتوری که از سر کار برمیگشت دعوت شد به یک تمرین تئاتر و همونجا جرقه مسیرش زده شد. از اون روز به بعد امین حیایی شد نماد تلاش و استقامت توی سینما. پژمان بازقی از چاپخونه تا قاب تلویزیون. پژمان شاید امروز برای لبخند و چهره آرامش شناخته بشه، اما مسیرش از دل جوهر و کاغذ شروع شد. وقتی دانشجو بود برای خرج تحصیلش توی چاپخونه کار میکرد. کار سختی بود، بوی رنگ، صدای دستگاه، ساعتهای طولانی، اما همیشه میگفت اونجا یاد گرفتم که صبر یعنی چی. بعدها وقتی مدل تبلیغاتی شد درخشید، چون یاد گرفته بود برای دیده شدن اول باید بلد باشی کار کنی، نه فقط ظاهر داشته باشی. اون روحیه کارگر چاپخونه هنوزم توی بازیهاش هست، دقیق، منظم و بی ادعا. بهرام افشاری، کارگر ساختمون با رویای صحنه، بلندقدترین بازیگر سینمای ایران، قبل از اینکه جلوی دوربین بره یک کارگر ساختمون بود. بهرام خودش میگه توی آفتاب داغ خشت روی هم میذاشتم، ولی توی ذهنم دیالوگ تمرین میکردم. سالها خیلی براش سخت بود، اما میگه همون روزا بهم یاد دادن چطور مردم رو بشناسم، چطور از دل زندگی واقعی احساس رو در بیارم. همون چیزی که بعدتر باعث شد توی نقشاش همینقدر واقعی باشه. بهرام افشاری ثابت کرد مهم نیست از کجا شروع میکنی، مهم اینه که بدونی کجا میخوای برسی. مهران مدیری، از کارخونه تا سلطان طنز ایران. خیلی ها نمیدونن که مهران مدیری قبل از ورود به تلویزیون توی یک کارخونه کار میکرد و حتی مدتی راننده کامیون بود. خودش میگه اون دوران سختی مالی باعث شد با زندگی واقعی مردم آشنا بشم. توی مسیر طولانی رانندگی به نوارهای کمدی گوش میداد و تقلید صدا تمرین میکرد. کم کم از کارخونه و جاده رسید به صحنه تئاتر و از همونجا وارد تلویزیون شد. کسی که از کف کارخونه شروع کرد بعدتر شد خالق مجموعه هایی مثل پاورچین و شبهای برره، طنزی که نسل‌ها باهاش خندیدن. حامد بهداد، از کارمند بانک تا ستاره خاص. حامد همیشه چهره‌ای متفاوت داشت، اما کمتر کسی میدونه قبل از شهرت کارمند بانک بوده. میگه اونجا هر روز پشت میز در سکوت آدم‌ها رو تماشا می‌کردم، رفتار، نگاه و اضطراب‌هاشون. همونجا یاد گرفتم که چطور احساس انسان‌ها رو بخونم. بعد از اون وارد استودیوی تبلیغاتی شد و صدا برداری کرد. میگه اون تجربه باعث شد تا بفهمم سینما فقط جلوی دوربین نیست. صدا، حس و فضا همه مهمن و شاید به همین دلیله که امروز بازیهاش همیشه پر از جزئیات و لایه است. نوید محمدزاده، از گارسونی تا قهرمان سینما. نوید پسر سرسخت کرمانشاه، قبل از اینکه جشنواره ها به احترامش بلند شن گارسون یه رستوران کوچیک بود. بعد از اون فروشنده لباس شد. میگه اون روزا مردم رو از نزدیک میدیدم، غمشون، خوشحالیشون، خشم و خندهشون.
و همونجا یاد گرفتم که بازیگری یعنی درک آدم‌ها. وقتی به تهران اومد با جیب خالی و دلی پر از آرزو بود. روزی چند ساعت تمرین تئاتر میکرد تا بالاخره درخشید. نوید میگه من از پشت پیشخون رسیدم روی پرده، ولی همون آدم ساده‌ام، فقط با یه مسیر طولانی تر. هیچ کدوم از این چهره ها یه شبه به شهرت نرسیدن. پشت هر لبخندشون روزای سختی بوده. پشت هر نقش یه خاطره از کار و تلاش. شاید تو هم الان پیک موتوری باشی، کارگر باشی، یا حتی یه شغل معمولی داشته باشی که کسی جدی نمیگیرد، ولی یادت نره هر شغلی میتونه سکوی پرتاب باشه اگه ایمان و تلاش همراهش باشه. تو از شغل کدوم بازیگر بیشتر شگفت زده شدی؟ نظرتو بنویس و اگه دوست داری قسمت دومش رو بسازم با 6 بازیگر زن ایرانی و شغل‌های قبل از شهرتشون، بنویس قسمت دوم تا برات بسازم. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودین و نگاه زیباتون رو از من دریغ نکردین. منتظر حضور گرمتون در ویدیوهای بعدیم هستم.